دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM. سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز ساعت در دوشنبه 8. حمله هوایی ائتلاف تحت سروری امریکا با هدف بیرون کردن گروه تندرو دولت اسلامی از رقه 29 شهروند ملکی سوریه با شمول 4 کودک را در 24 ساعت گذشته کشته بر جای گذاشت. در این باره مانیتور جنگ روزی گذشته خبر داد با کشته شده ها خانواده عبارت از 14 نفر شامل است. گفت گروه ناظر حقوق بشر ائتلاف تحت سروری امریکا تا حال به این اتهام پاسخ نداده است، اما قبلا گفته بود که برای جلوگیری از هلاکت شهروندان ملکی از چاره‌های فوق‌العاده کار می‌گیرد و مورد خسارات را بازجویی می‌کند. ائتلاف تحت سروری امریکا ماه گذشته گفت که از آغاز عملیات در سال 2014 دست کم 600 نفر ملکی در سوریه و عراق هلاک شد. در کناره‌های پاریس ماشین گروه نظامیان را پخش کرد و از جای حادثه ناپدید شد. با گفته خبرگزاری ریترز در این حادثه 6 نفر آسیب دیده و از 2 نفر آنها وخیم ارزیابی می‌شود. پلیس عملیات ویژه جستجوی جنایتکار را آغاز کرد. شهردار لیولو پره که حادثه در آنجا به وقوع پیوست، حمله ماشین به نظامیان را عملی تحریزی شده نامید. با گفته شاهدان ماشین در نزد سربازخانه قرار داشت و بیرون شدن نظامیان را انتظار بود. کره شمالی احتمالی ضربه زدن به پایگاه آمریکا در جزیره گوام واقع در قسمت غربی اقیانوس آرام را مورد آموزش دقیق قرار داده است. در این باره فرماندهی نیروهای کره شمالی روز 9 آگوست اظهارات پخش کرد. در اظهارات آمده است که برنامه حمله موشک‌های میانه پروازی خواسان 12 که نظامیان کره‌ای بر سر آن کار می‌کنند برابر اجازه رهبری دولت فعال می‌شود. چند ساعت پیش از پخش این اظهارات پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ پخنیان را هشدار داد که اگر از تهدید آمریکا دست نکشد با آتش خشم گوش‌ناشنید روبرو خواهد شد. واکنش ترامپ پاسخ به تهدید کره شمالی بود که گفته است به آمریکا پند جدی خواهد داد. دونالد ترامپ گفت خوبتر است که کره شمالی به آمریکا دیگر تهدید نکند وگرنه به خشم و آتش روبرو می شود که در جهان دیده نشده است و واضح بگویم با قدرت روبرو می شوند که جهان از این پیش هیچگاه ندیده است. تهدید کره شمالی در حال صدا داد که روز شنبه شورای امنیتی سازمان ملل متحد قطعنامه تحریم‌های نو علیه این کشور را قبول کرد. پخنیان در این اواخر موشک‌های بین قاروی را آزمایش کرد. بغیر از این در مطبوعات خبرهای پخش شد که پخنیان کلاهک هسته‌ای ساخته است که آن را می‌شود به موشک‌های بالدار وصل کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت مسکو امنیت و استقلالیت منطقه جدایخوار گرجستان ابخازستان را کفالت می‌دهد. این نکته را 8 آگوست در ملاقات با رهبر ابخازستان راول خجیمبا بیان داشت. وزارت امور خارجه گرجستان سفر پوتین به ابخازستان را محکوم کرد و آن را نقض مرز دولتی گرجستان و ادامه سیاست‌های هدفمندانه مسکو نامید که علیه این کشور روانه شدند. پیمان ناتو نیز از سفر پوتین به ابخازستان در سالگرد آغاز جنگ روسیه و گرجستان اظهار نگرانی کرد. جنگ روسیه و گرجستان 8 آگوست سال 2008 آغاز شد و 5 روز ادامه کرد. در نتیجه مسکو استقلالیت دو منطقه جدای طلب گرجستان، ابخازستان و اسیته جنوبی را به رسمیت شناخت. مقامات گرجستان مسکو و جدای خواهان را به آن عیبدار می‌کند که وقت‌های اخیر بعضی از قلمروهای دیگر این کشور را اشغال کردند. در ناحیه قدمجوی ولایت بادکن قرقیزستان روحانیان جماعت‌های مرکز و میدان به فروشگاه‌های شراب فروشی رفتند و از مالکان آنها دعوت کردند که از فروش نوشاکی‌های اسپریتی دست کشند. آنها به فروشنده‌ها گفتند که اسلام شراب نوشی را همچون موادی که بدبختی می‌آورد منع کرده است. با گفته ایتخول یک فروشنده دکان شراب، امام‌ها تصمیم دارند که معرکه خود را ادامه دهند. او میگوید بعد صحبت امام‌ها بیشترین مغازه‌ها فروش نوشاکی‌های اسپریتی را قطع کردند. نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM. مقامات تاجیکستان از اینترپل پلیس بین المللی خواستند رویخط شهروندان این کشور را که داعش برای انجام عمل تروریستی در اروپا آماده کرده است با آنها در میان گذارند. در این رویخط که بعد آزادی موصل در میانه‌های ماه ایل مقامات عراق از یک بنای خراب شده پیدا کردند، اسم 173 نفر ثبت شده است که داعش آنها را برای انجام عمل‌های تروریستی به اروپا انتقال می‌دهد. مومن احمدی گزارش را ادامه می‌دهد. روزنامه آلمانی دای ولت نوشته است که در این رویخط نام، عکس و زادگاه تندروانی داعش ثبت شده است. در برابر شهروندان عراق، تونس، مراکش، اردن و عربستان سعودی، شهروندان تاجیکستان نیز شامل این رویخط بودند.
به نوشته این نشریه امریکا این رویخط را آموخته بعداً به پلیس بین المللی اینترپل داده است. یک نماینده ساختارهای انتظامی تاجیکستان روز 7 ایول گفت مقامات از پیدا شدن چنین یک رویخط که در آن اسم شهروندان تاجیکستان نیز هست خبر دارند و نسخه آن را از اینترپل درخواست کردند. او گفت باور دارند که این رویخط زود دسترس می شود، زیرا اینترپل نیز هوسمند همکاری و پیشگیری از تروریسم است. هم صحبت ما میگوید دیش در گذشته نیز شهروندان تاجیکستان را برای پیاده کردن عملهای تروریستی بیرون از قلمرو عراق و سوریه فرستاده است. مقامات نفری را که اولی سال 2016 از سوریه به تاجیکستان آمد بازداشت کردند. قرار بود این شخص در تاجیکستان عملیات تروریستی انجام دهد. در آلمان نیز محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان با درخواست مقامات انتظامی کشور بازداشت شد که از جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی بود. محمد سعید سعیدوف ساکن 31 ساله شهرک شراره ناحیه ایسار اولی سال 2016 در آلمان بازداشت شد. مقامات آلمان گفتند که او همراه با پناهندگان سوریگی وارد خاک این کشور شده است. دادستانی آلمان اعلام کرد که نسبت به سعیدوف پرونده باز شده است. شرکت سعیدوف در جنگ‌های سوریه دقیق است، ولی معلوم نیست که او با کدام هدف وارد آلمان شده است. حالا معلوم نیست که اسم کدام جهادی تاجیک در رویخطی که عراقی‌ها پیدا کردند شامل است و همچنین معلوم نیست که این جنگیان بعد شکست موصل به کجا فرار کردند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 ایول در صحبت گفت در صورت دسترس کردن رویخط اینترپل جانب تاجیکستان آن را می‌آموزد و معلومات خود را با خدمات مربوطه کشورهای دیگر در میان می‌گذارد. روزنامه دای ولت نوشته است که 6 نفر شامل این رویخط زادگان کشورهای اروپایی مثل بلژیم، نیدرلند، فرانسه و آلمان هستند. با تکیه به مقامات آلمان نشریه اسم شهروند این کشور را آشکار کرده است. این نفر سمی جی 27 ساله بوده است که در صف گروه تندرو با لقب ابو اسید الآلمانی می جنگیده است. گزارش مومن احمدی را شنیدید. موردی ذکر است که از تاجیکستان بیش از 1000 نفر به داعش پیوسته است. هنوز معلوم نیست که چند تن از آنها کشته شده است و بعد شکست گروه تندرو به کجا رفتند. در تاجیکستان مراسم تمرین یا به اصطلاح مارشیروفکای دانشجویان برای آمادگی به تجلیل روز استقلالیت آغاز شد که قرار است روز 9 سپتامبر برگزار شود. همه ساله در تشکیل این جشن تا 50,000 نفر دانشجویان و مکتبخانه‌ها سفربر می‌شوند. خورشید همدم در این باره جزئیات بیشتر می‌دهد. تجربه تشکیل جشن‌های عظیم سرجمعیت با شرکت محصلان مؤسسه‌های تعلیمی که در جریان آمادگی‌های طولانی‌اش محصلان از تحصیل و استراحت کنده می‌شوند، صبح 8 اوگوست ساکنان محله‌های اطراف دانشگاه‌های واقع در پایتخت تاجیکستان از صدای بلندگویک‌های بیدار شدند که دانشجویان را در مشق‌های جشنی راهنمایی می‌کردند. حمیدالله خان فقیر رئیس دانشگاه تجارتی تاجیکستان و در گذشته سردار ریاست معارف شهر دوشنبه گفت که محصلان با معرکه جشنی آماده می‌شوند. و گفت هر کس وای خودش دارد، تمرینگر علایده دارد، وابسته به دانشگاه، وابسته به همون برنامه معین شده. هر کس میگه حاضر علایده بعد یک جا میشه 400 نفر. با گفته فاروق حیدر سردار ریاست مکاتب عالی وزارت معارف و علم تاجیکستان در برنامه جشنی امسال 7000 دانشجو جلب شده است. از نیز زیادی آنها 3900 نفرشان پسران خواهند بود. فاروق حیدر در صحبت گفت که حقوق آنها رعایت شده برای شرکت در برنامه جشنی امتیازهای پولی داده می شود. دانشجویانی که به مارشیروفکا دعوت می شوند از حساب دانشگاه ها مبلغ ادرار پولی یک ماهانه پرداخت شده، قیمت استفاده از خوابگاه گرفته نمی شود. همچنین دانشجویان برای رسیدن به محل تمرین با ماشین های مسافربر تامین شده برایشان آب نوشاکی داده می شود. جناب حیدر افزود که معرکه آمادگی به جشن در زندگی و جریان تحصیل دانشجویان مشکل ایجاد نمی کند و جلب آنها به برنامه‌های کلان جشنی تجربه معمولی شده است. به این ترتیب هزارها دانشجو یک ماه پیش از تحصیل و 9 روز اول خانش باید در معرکه دولتی بند شوند. از اونها در دوام آمادگی‌ها با عید استقلالیت، پیشوازی نوروز و تجلیل عید وحدت همیشه از نیروی هزارها دانشجو استفاده شده است و چنین پدیده نه تنها در دوشنبه بلکه در ولایت‌های کشور هم به نظر می‌رسد. شهلا یونس و ختم کننده بخش دندان پزشکی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید این معرکه‌ها با جریان آموزش تأثیری منفی می‌گذارد، در حالی که به این هم صفت تعلیم در میان دانشجویان تاجیک چندان خوب نیست. ما دانشجویان را تشویق به خواندن زیادتر تمرین کردن خوب شدن یک دکتر باشیم در این روزهای گرم تابستان و یا در روزهای خانش از خواندن ما را آزاد نموده و ما را به مارشیروفکا می‌فرستادند. خورشید همدم بود که درباره آغاز مارشیروفکای نوبتی دانشجویان در شهر دوشنبه گزارش میداد.
صحیفه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت‌های روز است. شما خبر و گزارش‌های رادیو آزادی را روی موج 107.4 FM در پیشنهاد من مولا رجب یوسفی شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب‌ها را می‌توانید در این سراغ azadi.org بخوانید و تماشا کنید. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.